سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. یکیتون گفته بود آموزش دانلود اسکین شیطان کشی رو بذارم اینجور اسکینا. این بالا اینه که نوشتم، سرچ میکنین، بعدش وارد این سایت میشین. اینجا که اومدین میرین اسکین مورد نظر رو انتخاب میکنین. مثلا من میذارم زنیتسو. میریم پایین، اینجا نوشته دانلود اسکین. روی دانلود اسکین کلیک میکنین، بعدش از برنامه کامل خارج میشین. بعدش وارد ماینکرافت میشین، داخل این بخش میرین داخل چوب لباسی گوشه صفحه و اینجا اینا ببینید. روی این آدمه که هیچ نیست کلیک کنید، روی این بزنید مجاز کردن دسترسی محدودیت. این پایینی اصل مورد نظر رو انتخاب کنید و برید اینجا گالری رو بزنید، دوباره اون اکتر رو بیارید. بعد دوباره میرید انتخاب کنید که چاق باشه مثل این یا لاغر. حالا ما اینو میذارم این